هلو سلام دوستان، خوش اومدین به چنل من. امروز میخوایم با هم دیگه در رابطه با اپلیکیشن ها و سایت هایی که به دردتون میخوره برای یاد گرفتن آلمانی صحبت بکنیم. قبل از اون مرسی که سابسکرایب میکنین و زنگوله رو روشن میکنین، چون ویدیوهای بعدیمون خیلی خفنه. قرار راجع به گرامر و کلی از چیزهای آزمونا با هم صحبت بکنیم. اوکی، در رابطه با چیزایی که ما برای بهتر کردن زبانمون نیاز داریم، کنار اون کتابایی که میخونیم، طبیعتا نیاز داریم که به روش‌های مختلفی سعی کنیم که تمرین کنیم. حالا مثلا لغت یاد بگیریم، جمله، گرامر و تمرین‌های مختلف و مهمتر از اون فیلم و سریال و این داستان است. اولا اینکه برای تمرین کردن لغت یه اپلیکیشن هست Der.D یا Der.D یه همچین اسمی داره. الان عکسشو براتون اینجا میذارم که برای آرتیکل خوندنه. یه اپ دیگه اپلیکیشن دراپسه که حالا این قبلا فارسی داشت، الان نمیدونم که انگلیسی به آلمانی و یاد بگیرین یا فارسی هنوز داره توش، چون یه مدتی نداشت فارسی رو. اپلیکیشن دراپس هم جمله بهتون یاد میده، هم کلمه ها رو با تصویر و اینها یاد میده و خیلی کمک میکنه بهتون. پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده بکنین، حداقل اوایل مخصوصا. اپلیکیشن دیگه که به کارتون میاد اپلیکیشن بیاموز که خیلی اپلیکیشن خوبیه، مخصوصا اگر اشتراکش رو تهیه بکنین. یه سری پادکست، کتاب صوتی، دیگه کتاب داستان، موزیک، همه اینا رو داخلش داره و مهمتر از اون چیزی که این اپلیکیشن داره اینه که فایلای صوتی کتاب ها رو داره. فایلای صوتی کتاب با ترجمه فارسی. حالا ترجمهش رو خیلی پیشنهاد میکنم که وابستش نشید، ولی خیلی کمک میکنه اینکه همه چیز رو یه جا داشته باشین. لغت‌های درس ها رو میتونید باهاش مرور بکنین و جزء معدود دیکشنریاییه که ما در دسترس داریم. فقط واسه دیکشنری پیشنهاد میکنم که از همون هوش مصنوعی چه میدونم کوپایلت که رایگانه یا چت جی پی تی و اینا استفاده کنین، چون که وقتی میدید به دیکشنریایی که حالا خودمون طراحی کردیم دیگه، اینا مال چیز ایرانی همشون، یه ذره یه جوریه اینا، به خاطر اینکه یه سری فعلا حالا یا مثلا کلمه ها رو حالتهای مختلفش رو نداره، بعضیاشو که کلا اصلا پیدا نمیکنه. به خاطر همین هوش مصنوعی خیلی کمک بهتری بهتون میکنه واسه پیدا کردن کلمه ها. مثلا من خودم یه جایی گیر میکنم، عکس اون سفر کلا میدم بهش، میگم لغت‌های مهمشو بده، اینطوری در این حد کلی ازش کار میکشم. شما می کار بکنین کارتون خیلی راحت تر میشه. مثلا یه سفر کلا بدید بهش، بگید همه رو چیز بکنین و مثلا میتونین یه چیزی رو سرچ بکنین، بگید براتون با مثال حتما بگه، چون شما کلمه خالی به دردت نمیخوره و نیاز داری که حتما بهت بگه که باید چجوری استفادهش بکنی. چون مثلا یه فعل چند تا حالت مختلف داره، چند تا کاربرد مختلف داره، حتی بعضیشون واقعا بیشتر 5-6 تاست. مثل فعل مثلا نیمه، اینا رو کامل یاد بگیرید. یا از همین ابتدا وقتی یه فعلی رو سرچ میکنید حالت گذشتهش، نمیدونم پقتقیدونش، همه اینا رو نگاه بکنید و بنویسید کنارش. خب چون که مخصوصا اگه از اول این کار رو انجام بدین، مثلا یه فعل رو خالی یادش نگیرین دیگه، کنارش به قولی میگن دنباله داره دیگه، حالت پرفکتش و بقتقیتومش و نمیدونم کنیکتیوش و همش رو یه نگاه بندازید. مخصوصا این که مثلا با هابن یا با زاین پرفکت میشه. این از این مسئله. برنامه دیگه ای که خیلی بهتون کمک میکنه، یه سری حالا کانال ها هستن که فیلم و سریال میذارن، حتما براتون تو کانالم میذارمشون. یکی از اون سایت ها سایت دویچ وب. دویچ وب موزیک و پادکست و اینا داره. حالا به کنار یه سری فیلم و سریال آلمانی که حالا هم آلمانی هم یه سریاش دوبله آلمانیه، اینا رو آورده که یه مسئله فقط هست. اگر میخواید واقعا با فیلم زبان یاد بگیرین، حالا من کامل تو ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم این داستانو، ولی برای یاد گرفتن زبان با فیلم باید ترجیحاً از اونایی که کاملا ساخت آلمانه استفاده بکنید. خب یعنی اون فیلم یا انیمیشنی که ساخت آلمانه، به خاطر اینکه دوبله با ساب تایتل ها متفاوته. یعنی اون یه چیز داره میگه، ساب تایتل آلمانی یه چیز دیگه، بعد این دیوونه کننده است، اصلا نمیتونی درک کنی که باید چی کار بکنی و کمکی هم بهتون نمیکنه. پس
حتما اونایی که کاملا آلمانی رو گوش بدین، به خاطر یه مسئله دیگه هم هست. اینکه خب آلمانی یه ذره دیدید کلمه ها طولانیه و این داستانا، اینا برای اینکه به دوبله برسن، برای اینکه زمان از دست نره، یه ذره تو بعضی از کارتون‌ها و فیلم‌ها می‌بینید که خیلی دارن تندتر از حد معمول صحبت میکنن و این حس بدی داره که شما فکر میکنید اوکی من مثلا نمیفهمم پس مشکل از منه، در صورتی که اینطوری نیست. اینا برای اینکه خب یه محدودیتی دارن که خب برسن به اون تایم که سر تایمش باید صحبت بشه. بعد آلمانیا خیلی طولانیه جمله ها و فعلاشون و اینا، واقعا یه چیز عجیب غریبیه که نمیتونی بفهمی، خیلی سریعه بعضی از فیلم ها و کارتون ها و یه دلیلش اینه، جدا از حالا اینکه ما زبانمون شاید خوب نباشه هنوز اونقدر. این از این مسئله. و اپلیکیشن دولینگو هم خیلی خوبه، ولی کن که بیشتر غلط بچه ها، یعنی اکثرا مشکلمون توی زبان انگلیسی مونه تا آلمانیمون، به خاطر هم یه ذره رو اعصاب میره. ولی در کل اگر که انگلیسیتون اوکیه، خوبه که هر از گاهی مثلا به خاطر اینکه رو استمرار بمونید از اینم استفاده بکنین که حالا مجبورتون بکنه هر روز درگیر باشید، چون زبان رو بچه ها نباید ول کنین. مثلا طرف میاد به من پیام میده من 8 ماه پیش آدو خوندم تموم کردم الان میخوام دوباره شروع کنم. خب پریده. ببینید شما 1 ماه زبان نخون دوباره یعنی اشتباه رو تست بکن اگر دوست داری که به فنا بره وضعیتت. 1 ماه زبان نخون دوباره برو بشین سر درس، ببین اصلا انگار که مریخ اومدی. خب واقعا یه قشنگ مثل الکل میپره، مثل الکل از این نابود میشه. خب پس این کارو نکنین، واقعا یه چیزی هم نیست. بعد جوگیر نشید یه هفته مثلا بیاین 5 ساعت درس بخونین هفته بعدش ول کنین. شما روزی 1 ساعت بخون، ولی هر روز بخون. یه روز بخونی یه روز نخونی فایده نداره. مثلا یه بار 5 ساعت میخونی بعد میری 5 هفته نمیخونی، خب چرا؟ کمک واقعا نمیکنه و استمرار مهمه. بر همین اپلیکیشن ها رو معرفی میکنم. ببینین یه وقتایی آدم مثلا اینطوریه که اوکی من الان همین که به آلمانی دارم فکر میکنم خیلی کار مفیدیه. خب مثلا حال نداری میخوای فقط یه فیلمی ببینی، اوکی اون آلمانی ببین. من امروز دلم نمیخواد درس بخونم، میخوام آهنگ گوش بدم، با 4 تاشو آلمانی گوش بده. پادکست مثلا تو راهم حال و حوصله ندارم، امروز دارم میرم سر کار اعصاب ندارم، پادکست تو راه تو آلمانی گوش بده. یه جوری اینو تو زندگی حتما به قولی بچپونید به زور. خب یا مثلا حالا اگه پارتنر دارین یا استادی دارین یا هر چیزی، خیلی رندوم برید بهش وایس بدین، راجع به روزمره‌تون صحبت بکنین، اینا خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی همینطوری از این قدم‌های کوچیک نگذرین. این همین اپلیکیشنایی که دارم بهتون میگم اوایلش که باش کار میکنین که بابا این بازیه، این مسخره بازی، ولی من الان از آخرین باری که با این اپلیکیشن مثلا دراپس کار کردم قشنگ 4 سال میگذره، چون دیگه سراغش نرفتم واسه آلمانی. ولی هنوز تو ذهنم هست اون کلمه ها، اون شکلای مسخره که اپلیکیشنش داره، واقعا شکلاش یه جوریه، نمیدونم واقعا هنوز تو ذهن من هست. خب چون این اپه از یه جایی به بعد دیگه شاید باش حال نکنین، خب ولی واسه لغت خوندن عالیه. اپلیکیشن دیگه ای که میتونین ازش استفاده بکنین یه دیکشنری آلمانی به آلمانیه، دودن. اونم خوبه ولی خب اوایلش کارتون رو سخت میکنه. حالا کنار این اپلیکیشن ها و سایت ها، یه سری از این سایت ها هم تو کانالم هست. خب دیگه الان همش حضور ذهن ندارم بهتون بگم، ولی در کل کنار اینا یه سری کتاب هست، یه سری فایل های مختلف هست. همه اینا رو باید بچینید کنار هم تا بتونید یه نتیجه خوبی بگیرید. اوکی، مثلا موزیک رو وقتی شما پلی میکنی چند بار گوش میدی، یه ذره میفهمی یه ذره نمیفهمی. یه چند بار وقتی موزیک رو پلی میکنی متناشو همش توی گوگل هست، خب متنش رو یه دور نگاه بکن، ببین مثلا وقتی اون داره میخونه تو سعی کن همزمان با متن پیش بری. بعد از یه تایمی که این کار رو انجام دادی یه ذره چشمت آشنا میشه که اصلا این کلمه‌ای که داره اینطوری تلفظ میکنه در واقع مثلا فلان حرف فلان فعله. بعد اون رو بیا حالا فارسیشو نگاه بکن ببین اصلا خواننده داره چی میگه.
یه سری کلمه ها و فعل ها رو وقتی ترجمهش رو در واقع نگاه میکنی اونجا تو ذهنت میمونه که این کلمه تو فلان موزیک بود. مثلا اون موزیک معروف سوگند که فکر کنم لیبن بود اگه اشتباه نکنم اسمش، اون کلی فعل توشه، یعنی همش هرچی پشت سر هم داره فعلای آلمانی میگه. خب مثلا فلیگن اسن این همش رو همینجوری هی پشت سر هم داره میگه. خب شما اونجا حداقل 20 تا فعل کم یاد میگیری و تو ذهنت میمونه چون توی آهنگ سوگند گوش دادی. اوکی، پس حتما اینا رو انجام بدین، ازش سرسری نگذارین. و درباره کارتون و انیمیشن، پپا پیگ اگر که حالا سنتون کم باشه اکثرا با این انگلیسی خوندن، این دوبله های آلمانی هم داره، خیلی جوابه، خیلی جواب. بعد استیو و مگی اونم خیلی خوبه. ببین یه ذره اولش احمقانه است خصوصا که واسه بزرگسالا، چون بچه ها عاشقشن اون که هیچی، ولی واسه بزرگسالا یه ذره اوایل احمقانه به نظر میاد، ولی بشینید نگاه کنین. یعنی روزی یه دونه تایم، مثلا هر قسمتش بکنم 10 دقیقه هم نمیشه، روزی یه دونه از این نگاه بکنین. بعد اینطوری نباشه پلنتون که من یه هفته فقط پادکست گوش میدم، یه هفته فقط مثلا کتاب داستان میخونم. نه، این کار خیلی مسخره است. شما باید توی یک روزتون، بهترین حالت اینه که توی یک روزتون همه 4 تا تایل رو بذارین. یعنی امروز یه ذرهش به قشن کار کنین، یه ذره حقن گوش بدین، یه ذره شایبه یه چیزی به زور شده بنویسید و یه متنی بخونید که بشه واسه لزنتون. پس اینطوری نمیشه که من کلا همش فیلم نگاه کنم فقط یا همش کتاب بخونم، بخشای دیگه میمونه. مثل اینکه شما مثلا اشتارتن رو تمام میکنی یا یه کتاب داستان تمام میکنی، یه کسی هستی که آلمانیش خوبه ولی لاله چون که نمیتونی صحبت بکنی. واقعا اصلا به این راحتیه نیستش. شما تا وارد اون چالش نشید، از خودتون نخواید، خودتون رو مجبور نکنین که اون کار انجام بدین، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچی، واقعا به جرئت میتونم بگم هیچی. شما بعد از خوندن اشتارتن یا منشن یا هر کتابی نمیتونی بگی واو من الان مثلا میتونم برم با آلمانی‌ها قشنگ صحبت بکنم. نه، چی یاد گرفتیم؟ مثلا یه لباس خریدن یاد گرفتیم، اسیست انگ، نمیدونم همین 4 تا جمله مسخره است دیگه راجع به مثلا ما درمان و دکتر و فلان هیچی نمیدونیم، هیچی. کلا فقط دوموس تبلت نمون، دوموس این بت بلایبن، that's it. خب با این قایبه چیکار بکنیم؟ مثلا ما واسه محیط زیست هیچی نمیدونیم و کلی موضوعای دیگه، سیگار کشیدن فلان. بعد یه سری چیزا هم هست که ما مثلا سیگار کشیدن، همین که الان گفتم، مزایا و معایبش رو باید بگیم، نمیدونم باید شرایط ایران رو بگیم، مدرسه جدا و قاطی یه همچین موضوعاتی داریم، شول یونیفرم، یونیفرم مدرسه، عملای زیبایی، اینا موضوعیه که از تو میخوان راجبش حرف بزنی. بعد الان خودت بهتر از هر کسی میدونی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، میتونی راجبش حرف بزنی؟ فکر نکنم. اگر که فقط کتاب خونده باشی واقعا نمیتونی. یعنی شاید 3 تا جمله به زور بخوای در حد آدو بگی. دلیلش هم همینه دیگه، نخوندیم، ندیدیم. و یه کاری که باید انجام بدی اینه که موضوعات پرکاربرد آزمون ها، یا اگر آزمونی نمیخوای بدی هم باز یه سری موضوعات هستش که کلا روزمره است، خب اینا رو بده چت جی پی تی. اوایل قطعا نمیتونی خودت بیشتر از 3 تا جمله بگی، بده چت جی پی تی بگو برا من یه پرزنتیشن بساز از این، برا من به من مثلا جمله یاد بده راجع به موضوع فلان. از این هوش مصنوعی استفاده کنیم، روزمره استفاده کنیم. یعنی بیا هی ازش بگو مثلا راجع به فلان موضوع، کنتور که نمیندازه، رایگان دیگه. یه سری جمله با معنی فارسی بهت میده، یه متن منسجم بهت میده، هم گرامر تقویت میشه، هم کلمه، هم جمله، کلی چیز یاد میگیری از یه متن ساده‌ای که یه هوش مصنوعی برات نوشته. خب قبلا که اینطوری نبود. قبل از اینکه این داستانا باب بشه ما مثلا طرف پول میداد یکی شقایبنشو تصحیح کنه. الان که دیگه مفته. یعنی من خودم یه وقتایی مثلا واسه آزمونم مخصوصا وایس میدادم چت جی پی تی تحلیل میکرد.
تمام شقای به نام من دادم چت جی پی تی، با اینکه همه میگن نه نباید بدی چت جی پی تی، ای آی فلان بیساره. آره اگر خودت متنو بدی به ای آی، یعنی بگو مثلا راجع به فلان چیز برای من بنویسه، بعد همونو ببری واسه آزمونت پیاده کنی، خب نه. ای آی توی سری مسئله ها تقریبا الان که خیلی هم حس میکنم خنگ شده واقعا، من نمیتونم ثابتش کنم، واقعا احساس میکنم خیلی چرت و پرت زیاد میگه، یعنی یه ذره نامفهوم بهش توضیح بدی کاملا میزن جاده خاکی. ولی در این حد بهت کمک میکنه که 2 تا غلطی که شاید چشم استادت هم نبینه این بیاد بهش اشاره کنه، یا مثلا یه وقتایی متن تو یه لول بگو ببره بالاتر. مثلا این اون چیز مسخره‌ای که خودمون نوشتیم یه دفعه اینجوریه که مثلا از این گرامرم میشد استفاده کنم، اوکی پس توی متن بعدیم اونو حتما اصلاحش میکنم. بعد چیزی که مینویسید و اصلاحش کنین. خب یعنی قشنگ با یه خودکار قرمزی چیزی خط بزنین که این تو ذهنتون بمونه، آقا من اینجا فعلمو یادم رفته، من بعد از آبا مستقیم فعل آوردم در صورتی که آبا پوزیشن نوله. خب همینا کنار هم بعد از یه تایمی باعث میشه که شما خیلی غلط‌تر بشه متناتون. من خودم اولین متنی که نوشتم واسه تمرین آزمون، خب من یه عالمه کتاب تمرین کردم، کلیش به قشن و فلان و این داستانا، شقایبنه دستم در رفته بود. خب یعنی کمتر تمرین شده بود. وقتی اومدم، چون ببین شما وقتی متن یکی رو تصحیح میکنی خیلی قدری، اینجا غلطه اونجا فلانه، به خودت که میرسه در لحظه میخوای بنویسی بازی عوض میشه. بعد یه چیزایی رو غلط پیدا میکنم و اینجورم که این چرا باید غلط باشه، یعنی من چرا حواسم به این نبوده، چون تایم میگیری استرسم دخیل اون وسط. و بعد از یه تایمی، بعد از 3-4 تا ایمیل نوشتم، کامل از این رو به اون رو شد دیگه، قشنگ حواسم بود که اینو رعایت کنم اونو اینطوری ننویسم. بعد غلطای چرت و پرت کوچولو موچولو، یعنی نه اینکه بگم آی آکوزاتیوش غلط بود آی فلان، نه، در حدی که مثلا یادم رفته بود مثلا یه حرف بزرگ بنویسم، یادم رفته بوده مثلا نمیدونه حواسم نبوده یه کامای کوچیک، بعد اینا نمره کم میشه تو آزمون، خب خیلی مهمه. برای همین از اینا همش رو استفاده بکنین، ولی نه یه کله، کوچولو توی برنامه‌تون پخشش بکنین. یعنی وقتی من میگم مثلا برو فیلم ببین، یه دونه سریال کامل نشین ببین بابا، یه 15 دقیقه ببین ولی مفید. That's it. بیشتر نه، کمترم نه. یا مثلا 10 دقیقه یه پپاپیک ببین، بعد گوش بده چی میگه، از سرباز کنی نباشه، واقعا تمرکز کن ببین متوجه میشی. چون این مخصوصا پپاپیک خیلی کمک میکنه، تصاویرش توی ذهن میمونه. جمله هایی که میگه رو دقت بکن و سعی کن یه جاهایی مثلا استاپ کنی باهاش جمله رو تکرار کنی، اینا فایده داره. نه الکی همینطوری فقط مثل یه تسکی که بخوای انجامش بدی. اگه میخوای زبانت پیشرفت کنه بعد دل به کار بدی دیگه، اینطوری نمیشه. و در کل اپلیکیشن یا هر چیز دیگه ای رو هم از چت جی پی تی بپرسین، مثلا شاید یه سری چیزای جدید مثل هلو تاک، این بدی نیستش. من خودم خیلی باهاش حال نکردم به خاطر که تقریبا بچه‌هایی که تو این اپلیکیشن هاش کدوم نیت زبان یاد گرفتن اکثرا ندارن، من نمیدونم بقیه چه جوری کار میکنن و همش تو سلام علیکه، کلنم خیلی مکالمه خاصی نیست. ولی این که حالا یه جوری توی پلتفرمی مثلا کلاب هاوس خوبه، یه جاهایی مجبور میشی گوش بدی یا حالا صحبت بکنی. توی هلو تاک هم یه سریا مثل کلاب هاوس یه گروهایی باز میکنن که بچه ها میرن اونجا صحبت میکنن. این خیلی میتونه کمک کنه اینجور جاها فعال باشید که ترستون از حرف زدن بریزه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، چیوس.